سلام. بچه‌ها ببینیم تروما چیه؟ راجع به تروما حرف بزنیم. تروما بچه‌ها اون اتفاقی نیست که برای ما افتاده یه روزی یه جایی و برامون سخت و سنگین بوده. در واقع تروما اون اتفاقیه که در نتیجه آنچه که من تجربه کردم، آنچه که دیدم یا آنچه که برای من اتفاق افتاده در درون من شکل گرفته و اون اتفاق، اون حادثه، هر آنچه که بوده اون یک اتفاق تروماتیکه. تروما چیزیه که در درون من اتفاق افتاده و به خاطر همینه که یه اتفاق میتونه تروماتیک باشه برای یه نفر و میتونه برای یه نفر دیگه اصلاً تروماتیک نباشه. چرا؟ چون آنچه که در درون من اتفاق افتاده در نتیجه اون اتفاق اون تروماست. تروما زخمیه که در من شکل گرفته. تروما اون باور دیستورت شده، شکل گرفته، بد فرم شده یه که در من شکل گرفته. گاهی اوقات چند تا مثال میزنم، چند تا فرزند یه خانواده همه یه سری تجارب رو تجربه میکنن. تجارب یکسانه اما اتفاقی که درون فرزندان میفته متفاوته. یکی به شدت تحت تاثیر اون اتفاقها قرار میگیره و آسیب‌های سخت و جدی میبینه و این نفر دیگه خیلی سطحی‌تر و این نفر دیگه اصلا دچار تروما نمیشه. و این تأثیرپذیری ما از تروما به خیلی چیزا بستگی داره. فقط مربوط به ژن‌های ما و نسل‌های گذشته ما نیست که البته خیلی موضوع مهمیه. در مورد این قضیه باید بدونیم اینکه نسل‌های قبل از من تروما رو تجربه کردن و اونها هم زخمی رو در درون خودشون داشتن. چون روی ژن‌های اونها اثر میگذاره، اینقدر عمیق تروما روی ما اثر میگذاره. از طریق تاثیرات اپیژنیک من میتونم آسیب پذیرتر باشم نسبت به تجارب تروماتیک به خاطر ژن‌هایی که از نسل‌های گذشته گرفتم، به خصوص نسل بلافاصله قبل از خودم. مثال میزنم، اگر پدر من اتفاق تروماتیک رو تجربه کرده و تروما رو تجربه کرده خودش، در درونش زخمی ایجاد شده، ژن‌هاش قطعاً تحت تاثیر قرار گرفتن و من به احتمال بسیار بالایی تحت تاثیر تأثیرات اپیژنیک حساس ترم نسبت به اتفاقات تروماتیک. اینه که اگر من اون ژن رو به ارث برده باشم، من نسبت به تجربه تروما آسیب پذیرترم. من انسان حساس تری هستم. خیلی از HSP ها Highly Sensitive Person یه همچین شرایطی دارن. خیلی از ایمپث ها یه همچین شرایطی دارن. روحایی که انتخاب میکنن با همچین تجاربی روی زمین بیان، با این حساسیت های بالا روی زمین بیان، به خاطر همین حساسیت بالا آسیب پذیرترن. اگر تو یه HSP هستی، اگر تو یک ایمپث هستی، اگر تو انرژی ها و احساسات دیگران رو به راحتی و عمیقاً درک میکنی، خیلی باید مراقب باشی، این رو در خودت شناسایی بکنی و بعد برای خودت مرزهایی بگذاری، چه از نظر انرژتیکی و چه از نظر احساسی و چه از نظر روانی، برای مراقبت از خودت. چرا؟ چون تو آسیب پذیرتری، تو مستعدتری برای تجربه تروما. و یکی از دلایلش مسائل ژنتیک و اپیژنتیکه. تروما
باعث اتفاقات عجیب غریبی در روان ما، در ذهن ما و در روان ما، در احساساتمون، افکارمون و در تمام بدنهای ما میشه. همه بچه‌هایی که درگیر تروما هستن میدونن که برای شفای خودشون باید این کار رو از طریق تمام بدنها انجام بدن و این کار یک کار عمیق زمان بره. زمانی که شفای خودتون رو از یه تروما شروع میکنیم، اولین مرحله آگاهی از اینه که من درگیر تروما هستم، من زخمی دارم به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل. اول آگاه میشم نسبت بهش. همین مرحله قدرت فوق‌العاده‌ای به تو میده، اما برای شفای کامل و عمیق تو قطعاً کافی نیست. لازمه آگاهی، اولین مرحله است و لازمه اما کافی نیست. خیلی از ما که الگوهای تکرار شونده‌ای داریم یا با مسائلی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، توی هر کدوم از بدنهامون فرق نمی‌کنه. این رو باید توی سطوح بالاتر اول جستجو بکنیم، در سطح ذهن و روان خودمون. و نه تنها حرکت از بالا به پایین رو نیاز داریم، به حرکت از پایین به بالا هم نیاز داریم. و این شفا و این بازآفرینی نیاز به یک حرکت و یک پروسه مداوم و مستمر داره برای اینکه ما بتونیم شفا رو در درون خودمون نهادینه کنیم. بنابراین اگر متوجه شدی که تو هم تجربه تروما رو داشتی و زخم و آسیبی داری، حتما با خودت صبور باش، حتما شفقت با خودت رو فراموش نکن و بدون که از طریق خودشفقتی میتونی خودت رو شفا بدی و تو کاملا برای این کار توانمندی. نیاز به کمک، راهنمایی، استفاده از ابزارهای مختلف داری، اما اون کسی که میتونه تو رو شفا بده فقط تویی.